اگر ما ترکیب زباله‌های شهری در نظر بگیریم، بیشتر ماهی عضوی هستند که فسادپذیر هستند، که اونا بدبو و تعفن و تخمیری که اونا میکنن یا خرابی که اونا میشن در سطح شهر تولید گازهای مختلف از گاز میتان میکنن که خود آلوده کننده هوا به شمار میه. همچنان تراکم حشرات و پشه‌ها در فصل گرما، انتقال تمام از آلودگی ها در آبها میتونه که آبها را ملوث بسازن و همچنان بستر تولید و تراکم و تولید مثل حشرات و ناقلین امراض می باشند و زباله های خطرناک مانند زباله های تیپی که اگر در سطح شهر باشه و پراکنده به شکل اروباز میشن، میتونن که عوامل بیماری زاره و همچنان خود امراض را که زباله ها به اونا ملوث هستند سبب پخش و نشرش در نزد شهروندان شوند.